مهر فاطمه زهرا الله تعالی از او راضی باد. خادم زن با شتاب به سوی خانه پسر عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی علی ابن ابو طالب الله تعالی از او راضی باد آمده وارد حولی گردید و با یک هیجان نفس زنان گفت: آیا آگاه هستید که برای خواستگاری فاطمه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند؟ علی الله تعالی از او راضی باد با تأسف گفت: نه، نمیدانم. آن زن گفت: پس چرا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی روید تا او را به نکاح شما درآورد؟ علی گفت: مال ندارم که ازدواج کنم. خادم زن گفت: اگر شما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته دست فاطمه را طلب کنید، آن حضرت صلی الله علیه و سلم حتما فاطمه را به نکاح شما می درآورد. خادم زن در این پیشنهاد خود پافشاری نمود، به اندازه که علی الله تعالی از او راضی باد به گفته او راضی شده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و چون رو بر روی آن حضرت رسول الله نشست از هیبت سخن گفتن نمی توانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کنان گفت: به کدام سبب آمده ای؟ آیا حاجت داری؟ علی سخن نگفته از شرم سکوت را اختیار کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: برای خواستگاری فاطمه آمده ای؟ علی گفت: بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: آیا برای مهر دادن مال داری؟ علی گفت: سوگند به الله مال ندارم ای رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: جوشنی را که با آن شما را مسلح نموده بودم کجاست؟ علی الله تعالی از او راضی باد گفت: نزد من است. سوگند به الله آن جوشنی حطمی است که 4 درهم قیمت دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: فاطمه را به نکاح تو درآوردم، آن جوشن را به من بفرست. چنانه که الله تعالی در آیه 4 سوره النساء می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و به زنان مهرشان را به خوشدلی بدهید و اگر زنان از بعض این مهرشان برای شما به خوشدلی درگذرند پس آن را سازگار و خوشگوار بخورید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا